صاحب دل سعدی رحمت الله میگه که یک انسانی که روشن ضمیر بود، صاحب دل بود. والله علیم بذات الصدور الا من اتى الله بقلب سلیم. صاحب دل میگی آمد به مدرسه، آمد ز خانقاه. قبلا در کجا بود؟ در خانقاه. قرار می در کل شیشته بود، ذکر میکرد، تسبیح میخواد، نفل بخوانه، باز ذکر بکنه، باز نفل بخوانه. باز ای آمد به مدرسه، بشکست عهد و صحبت اهل طریق را. گفت والا چه دیگه بعد از این دیگه که از این طریقه یا نمی باشم. اما عهد و پیمان کرده بود و شکستان. آمد قرار در مدرسه شش کتاب شروع کرد. در حلقه درس صحیح بخاری شش، صحیح مسلم شش. گفتن میان عالم و عابد چی فرق بود؟ در این مدرسه عالم است، صحیح بخاری درس میده، صحیح مسلم درس میده، تفسیر درس میده، قرآن درس میده. گفتن او دیگه کس عابد است، عبادت میکنه. قرار ما عبادت خود همونجا شیشه. گفتن میان عالم و عابد چی فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ گفت آن گلیم خیش بدر میبرد ز موج. او دمی غم جان خود است، برجی را خلاص کردن. نماز پر تو، حج پر تو، روزه پر تو، زکات پر تو، ذکر پر تو. که باز این برجی های ما چی شوه؟ کانتینه را پر کنم خودم از عذاب چی شو؟ نجات پیدا کنم. وین سعی میکند، لیکن یه عالم چی میکنه؟ یه عالم میگه سعی میکند که رهانت غریق را. او که در دریا بفته پشت گلم خود میدوه، علا گلم مرا او برد. اون یه نفر غرق است میگه و من چی؟ ده یک لغت دگام در سرش. وین سعی میکند که رهانت، خیر از گلم بره، خیر است من خانه نداشته باشم، خیر است من آزاد نباشم، بندی باشم، خیر است من اعصاب آرام نداشته باشم، اعصابم خراب باشه، خیر است من ماش نداشته باشم، بی ماش بگردم، خیر است من پلاو نخورم، کچالو بخورم، خیر است من گشنه بمانم. لکن این جوانای مسلمانی مردمی امت چی شد؟ نجات پیدا بکنن. اما برعکس از این، او کسی که در وحدانیت الله شک داره، امیال بسیاری جوانای ما نصرانی شدن. جوان میبینی نصرانی شدن، جوان میبینی این امیال فعلا نظام کمونیسم در اروپا و در امریکا کلی استفراغ کرد، گفی به درد نمیخورن. امیال جوانای افغانستان نبو استفراغ را خورده میره، امیال همیشه کمونیسم میشه، عذاب کمونیستی فعلا همیشه دوباره اعضا گرفته میره. کسایی است که الله را پرستش میکرد، آل آمده شیطان پرست است، فریماسونرز است. آیا الله از ما پرسان نمیکنه؟ الله ما را پرسان میکنه که جوان چرا تو شد؟ تو کار بکنی. کسایی که در راه غلط رفتن، از دین برآمدن، مرتد میشن، کافر میشن، بی ایمان میمورن، غم از او را بخو. آلی نفر خو بیچاره خو بیازه. اگر اینجا میدان حشر است، اینجا جنت است، خو خیر است. امی تو که بسیار خوب آدم هستی و ماشاءالله 6 تا مسواکت اینجا ماندگی است، 3 تا قلم اینجا خود رنگای نکتلا و نقره‌ای داری و خوب واسکه تکلکس داری و خوب چیز داری، خیر است. امی تو زود در جنت برو. امی ما هم لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، بعد از تو باز 10 سال بعد خود میاییم در جنت. اما او کسی که مطلقا از دین مبرای سر، از او چقدر کار کردی؟ در این مسجد مثلا 10 نفر جوان آمده، امی جوان دلش از نماز سیاه میکنه، دل از این جوان از نماز سیاه میکنه. انسان باید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله رضی الله عنه را به جبهه روان کرد، برش گفت علی، اگر الله توسط تو 1 نفر هدایت کنه، این بهتر است از حمر النعیم، از کاروانای تجارتی بسیار بزرگ.
کاروانهای تجارتی بسیار بزرگ وقت حمر النعیم میگفتن که اگر خوب تجار بزرگ می بود یک کاروان تجارتیش مثلا 200 دانه شتر سرخ می داشت، حمر النعیم میگفتن. مثل 200 کانتینر داشته باشه یا 200 کشتی جنگی داشته باشه در بحر هند. گفت هزینه میکرده. بر تو چی بهتر است؟ یک نفر که تو به طرف دین الله